جایی روی زمین هست که تو اون ساعتها درست کار نمیکنن. تو دل جنگلای مرطوب اندونزی منطقه‌ای هست که مردم محلی بهش میگن دره ساعتهای گم شده. از بیرون مثل یه جنگل کاملا معمولیه، درخت، مه، صدای حشرات، اما هر کسی واردش بشه با یه تجربه عجیب روبرو میشه. ساعتاش از کار میفته، نه اینکه خاموش بشه، نه، انگار یه جوری عقرباش شروع میکنن به عقب رفتن. کاوشگرایی که وارد منطقه شدن گزارش دادن وقتی از در خارج میشن ساعت مچیشون ممکنه 3 دقیقه یا 10 دقیقه یا حتی نیم ساعت عقب‌تر از زمان واقعی باشه. و عجیب‌تر اینه که هیچ دو نفر یک مقدار یکسان عقب رفتگی رو تجربه نکردن. دانشمندا سالاس گیجن. هیچ میدان مغناطیسی خاصی، هیچ گاز یا امواج غیر عادی اونجا ثبت نشده، اما یه چیز مشترکه. تمام کسایی که وارد دره شدن میگن برای لحظه‌ای کوتاه احساس کردن چیزی پشت سرشون ایستاده، نه انسان نه حیوان، یه حضور. انگار زمان تو اونجا مال جهان نیست و چیزی داره تصمیم میگیره چه مقدارش رو از دستت بگیره. مردم محلی یه جمله معروف دارن: دره ساعتهای گم شده زمانو نمیکشه، فقط قرض میگیره و هیچ وقت پس نمیده. این نگران کننده نیست؟